یک برادری ما اویلادار شده راست گپ ای طرفی همین در طرفای مسکو همسر گرفتگی حضرت جان همسرش مقصد الحمدلله اطاعت کننده الله همه طرفه خوبه لیکن نکاحشون اونچنان شده که من خودم حتی در حیرت موندم وقتی مولا را زنگ میزنن که مقصد ما را نکاح کن نکاح میکنه شونه و مولا میگه که با تلفن میشوه نکاح کنی و بالای وای میگه با ما حتی میتونم که مقصد شهید باید کنم در همین نکاح با بعد وای میگه که نکاح شما میگه در یک جا مقصد میگذره وقتی که زن و شوهر میگه در یک جا میگه این درسته همه چیز شما چی میگه استاد جان درباره نکاح که زن و شوهر در یک جا بودگیان تلفن کتی مقصد نکاح کردگیان همین نکاح درست است اصلا نکاح باید پدری کلیند پدری دختر یا برادری دختر نکاح کنند اصلا و اگر رفت و مثلا خویشاوندان دختر در تاجیکستان دختر در روسیه مثلا باشد و در حضور پدر و مادر دختر دو نفر مرد مسلمان باشند یا در حضور داماد و عروس دو نفر مرد مسلمان باشند شاهد گوید که دختری ما را من دخترم را در حضور همین دو شاهد به فلانی دادم گوید همه را میشناخته باشد همین نکاح کن شاهدها داماد و عروس اینا رو میشناخته باشد بله بعضی علما اجازت دادن این هم در حالتایی که مثلا دیروز من پرسیدن داماد در زندان است داماد در زندان است اونجا داملای در آوردن به نمیموندین نکاح کنه یا یک دو شاهد نمیموندین میدراید به نزد مثلا داماد دختر پدری دختر همراهی دخترش میدراید شاهدا در بیرون هستند یعنی شاهدا و زنگ تلفنی میکند میگوید که در حضور همین شاهدی شما من دخترم به فلانی دادم میگه در زندان است هیچ اجازت هست لیکن خیلی نکی مثلا شخصایی که اون عالمایی که من کردن گفتن که در اینجا سبب من این است که فریب شدنش ممکن است فریب که شد احتمال است که مثلا شخصی که مانعی نکاح است شاید زنی شوهردار را به نکاح داد مثلا نمیشناسد شاید اونو دیگر کسی در آورد گفت شاهد یافته یا پدری کلین گفته بیگانه نباشد اگر نکاح کن همه را شناسد درست است با تلفن نکاح کردن لیکن خواه در روسیه باشد خواه در اروپا باشد به همین حاجت نیست به همین نکاح تلفنی الا در حالت ضرورت در حالت ضرورت مثلا پدری کلین در دیگر کشور است مثلا ولی در دیگر کشور است آمده نمیتونه دیگرها مثلا داماد عروس شاهدا در یک جا جمع شدن فقط یک اجازتی پدر و مادرش گرفتن مثلا با تلفنی با زنگ ویدیویی باشد اوکی نداره لیکن مادامی که در روسیه در تاجیکستان در اروپا باشد من مسجدها هست مرکزهای اسلامی هست در حضور مردم نکاح کنید تا اینکه از شبهه دور باشد سراسیمه نشوید در نکاح